خب سلام. تو ادامه روند چنل قراره که نوشتن و پیاده سازی یه فریمورک رو اجرا کنیم روی زبانهای مختلف. زبانی که من الان میخوام شروع کنم PHPه، چون یه سری مفاهیم رو از قبل داره و خیلی ساده تره برای پیاده سازی یه فریمورک. پس بدون معطلی شروع میکنم به نوشتنش. کاری که انجام میدم اول اینه که بیام index.php رو فایلش رو ایجاد کنم و همچنین تو htaccess کاری که انجام میدم اینه که فایل هایی که دات دارن مثل .env .htaccess اینا پرمیشنشون همه بند شه، برای اینکه نمیخوام دسترسی پیدا کنه کسی به این نوع فایل ها. توی قسمت پایینم ما فایل هایی که جز index.php migration php و فایل هایی از قبیل ریسورسز ها مثل css js png gif mp4 فایل های متنی و فایل که به عنوان ریسورسز ما در نظر میگیریم، اینا رو مشکل نداره توی فایل ریسورسز ما قرار میدیم. فقط فایل های مشکل داره که پسوند php دارن یا اجرایی یا هر چیز دیگه. اینا رو ما مدیریت میکنیم، طبقه بندی میکنیم. حالت عادی اینجوریه که میگم که اگه غیر از اینا بود، حتی اگه 404 هم بود، تو بیا اینو index.php رو بهش نشون بده و تقریبا ما 404 رو از خود سرور حذف میکنیم و نشون میدیم که 404 دست خودمون باشه، یعنی index.php رو نشون میدیم. یعنی تو هر حالتی این index.php داره نمایش داده میشه. خب انا کنیم این index.php داره اجرا میشه و این تو هر حالتی این داره اجرا میشه. خب بعد از پیاده سازی 404 و چیزای دیگه که بیایم ما فقط index.php رو نشون بدیم، بیایم کامپوزر رو نصب کنیم. خب برای نصب کامپوزر با کامپوزر اینیت هیچی برام مهم نیست. کامپوزر رو استارت میکنم. کاری هم که میکنم این که فقط میگم آقا من توی فایل اپ فقط کار انجام میدم، پس بیا پیشفرض فایلامو در نظر بگیر رو فایل اپ. فایل رو می نویسم، اجراش میکنم، یعنی فولدر رو میسازم و کاری که بعد از ساخت کامپوزر جیسون، یعنی اینکه بیام جیسون رو اینیت کنم، کامپوزر رو اینیت کنم، اینکه بیام نصبش کنم بعدش. پس برای نصب کامپوزر از کامپوزر اینستال استفاده میکنم. خب کامپوزر اینستال شد، پس الان همه چی آماده است برای اینکه من بیام به صورت آبجکت اورینتد کدامو بنویسم و توی index.php رانش کنم. شروع میکنم یه فایل درست میکنم به اسم کنترلر، یه دایرکتوری به اسم کنترلر درست میکنم. چرا؟ چون میخوام دیزاین پترن مدل کنترلر ریپوزیتوری سرویسز، این همه این چیزایی که میخوام توی دیزاین پترن که به اسم ریپوزیتوری پترن هم معروفه پیاده سازی کنم، نیاز دارم که این کنترلر حتما باشه. در واقع فایل اصلیش کنترلرزه. برام اساس یوزر کنترلر رو جرام میکنم، یا مثلا هوم کنترل، چون یوزر نداریم که هوم کنترل. و می نویسم میگم آقا نیم اسپیس چی؟ میگم خب اپ کنترل و کلاسش رو هم پیاده سازی میکنم هوم کنترلر. بعد از پیاده سازی کلاس
برای تست یه استاتیک فانکشن توش قرار میدم، استاتیک فانکشن ایندکس. به صورت تست یه چیزی رو اجرا میکنم، یه چیزی رو چاپ میکنم، مثلا ایندکس فانکشن، و توی ایندکس PHP میام وندور و اتولود رو ایمپورت میکنم. یعنی از توی وندور اتولود رو ایمپورت میکنم. چجوری قضیه اینه که این مدل PHP که داریم مینویسیم رو بتونه هندل کنه سرور، پس اینا حتما همشون نیازه. اتولود PHP حالت عادی برای تست هیچ مشکل نداره، همه چی اجرا شده. برای اینکه از تستم خروجی بگیرم فانکشن رو اجرا میکنم و راه میشه ایندکس فانکشنز. برای امروز کافیه، فقط میخواستم پیاده سازیش کنم، راهش کنم تا بریم توی ویدیو بعدی مفاهیم رو دونه دونه جلو بریم. میخوام ریکوست ها رو جلو بریم، ریسپانس ها رو جلو بریم، راوتینگ، مدل ها، ORM، PDO، کانکت شدن به دیتابیس، همه اینا رو قرار جلو بریم و برای امروز دیگه بحثی نمونه. ممنون، خدا نگهدار.